این عاقبت زنیه که نخواست شرافتش رو بفروشه. همه براشون سواله دختری که با نقش خانم کوچیک یه شب سوپر استار ایران شد الان کجاست و چرا دیگه بازی نمیکنه. مرجان محتشم بعد از پس از باران و فیلم رز زرد میتونست یه سوپر استار موفق باشه. حتی توی سریال ریحانه و پرواز در حباب دوباره درخشید تا اینکه یهو هیچ خبری ازش نشد. وقتی رسانه‌های خبری سراغش رفتن راز این ناپدید شدن رو برملا کرد. اون گفت یه سری پیشنهادات غیر اخلاقی بهم داده شده و من حاضر نشدم بهش تن بدم و نخواستم نون موقعیتم رو به هر قیمتی بخورم. سال 91 پدرش رو از دست میده. 2 سال بعد برادرش و بعد مادرش. توی برنامه دور همی میگه با این حجم از ناراحتی روحیه دوباره کار کردن رو هم نداشتم، اما من با کسی خداحافظی نکردم، فقط نخواستم ابزار باشم. خانم محتشم برای تامین هزینه‌های زندگیش طراحی داخلی ساختمون انجام میده. اون حتی صفحه اینستاگرام هم نداره و مصاحبه با مدیری آخرین مصاحبهش بوده. اگه تو هم هنوز نقشای قشنگش رو یادته یه قلب براش کامنت کن.